چند ماهی میشد خوابم نمیبرد. دیگه کم کم داشتم رت میدادم. همه چیز نامنظم شده بود. دلم لوازم خانگی نو میخواست. من تو بیزنس صابونه. صابون هست خوب. حالا اسمت چیه؟ برد پیت. تو در پیت هم نیستی بابا. من برد پیترم. تو برد پیتر. پیتر پارکر. پیتر آلاسکو هستم. آلاسکو. پیتر آلاسکو همون یارو که رفته بود با مستر بیس ویدیو گرفته بود. مستر بیس که اومد پیش شما شلوارک بخره؟ آره دیگه همون دیگه. بعد من به پرتغال تعارف زدم گفتم نه من تو کار گچکاری ام. کار گچکاری که میرفت اندرزگو کنار خیابون وایسه. آره اندرزگو سورت ارمو سوار میشد. پرتغال. آره. حالا بیزینس صابونت چجوری هست؟ اینجوریه که من تو رو به باشگاه دعوت میکنم. تو اونجا باید مشت بزنی. میگم بیزینس صابونت چجوری چرا تو باشگاه اونجا با صابون و مشت میزنی. دیدم کلا. مشت بزن. چرا باید مشت بزنم؟ چون من ای مرد من دارم میگم به مشت بزنی. نباید اول میخوردیم بعد همون میزدیم. Welcome to Iran. Welcome to Iran. با نسخه ایرانی فقط. You know, something I would have good. خودتو چرا حساس فیلم تو بوبول اون. I want some peace man. I want some peace. You know, big thanks to wait my ex you wait. No. I'm waiting for the most efforts spring to fix. باید باشگاه مشتزنی خودمون را بندازیم. ماشین اومد امید زیر بگه امید فیلم بردارمونه. امید عشق صدا نمیره درست تا چون صدای ماشین هست. حالا اگه رفت فاجعه بابا این کارا نداریم. ما هم دیگه رو کک بزنیم. میتونی سیگار بذاری رو لبم؟ میتونی یه سیگار بذاری رو لبم؟ من یه میا فلیزم. یه سیگار بذار رو لبم. بچه‌ها لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. سابسکرایب فرنام سابسکرایب. همین الان سابسکرایب کنید. کامنت بعدی. میگم کامنت فراوان بذارید. کامنت زیاد بذارید. بچه‌ها بفرما. اگر ویوهای این ویدیو که تو چنل کاکی است بیادب به بیشتر از 100 تا برسه میخوایم ونزدی رو درست کنیم. جن اورتگا نه منم اون دستم. نه تو اون دختره میشی که گرگینه است. ندیدم من خیلی چیزه. من چهارشنبه من نسخه چهارشنبه لوله جان نخوش داده مکنی. بچه ما نجات پرست نیستیم. بچه یه چیزی میدونستی؟ ساخت برج میلاد 11,000 چی میگی بابا؟ ساخت برج میلاد یا 11 سال طول کشیده. هر سری یه دونه چیستان چیستان بچه این چیستان اطلاعات عمومی و دانستنی. راست میگی چیستان میگه آن چیست در بزرگان است آن چیز که بابا در پیت. من تایلرم. تایلند شیفو اینو بهت یاد نداده. خودم یاد گرفتم. این پاندا کنفو کارش بود. این برای فصل بعدیه. آره این برای فصل بعدیه. ما هنوز فعلا تو فایت کلابیم. نکن فایت کلابیم. سنگا اینجا. آره غلط کردی. حواسم نباشه. از من تو لیمویی دارم. من موقع عدو در نمیارم. این مریض نبود؟
نه بابا راست میگی حاجی دهن سیرت خب برای منم از این میگرفتی قیافه تا این چیز نمیخوره تو سوسوی ولی لیمونی برو تو که زاده ذهن منی الان فقط کافیه بکشی صافه اومدم یه باشگاه مشتنی بزنیم کجاست باشگاه اسکلی حتما میخوای با دنبل مبارزه کنی باشگاه مشتنی برد پیت در پیت برد پیت در پیت من تایلرم توی تایلر من تو نیستم زنه بود تایلر تو بدترین چیزی بود که باشه آشنا شدم همینو بریم باشگاه همینو بریم تو همین نظری که بریم تو داره میسوزه خواهش میکنم داره میسوزه باید ماز میکنم خواهش میکنم هنوز جمله فلسفی تمام نشده بچه‌ها اگه میخواین این مثل آخر فایت کلاب نه بشه همین الان این ویدیو لایک کنید و کانال سابسکرایب کنید. منو غیب کنی؟ میدونی همیشه زندگی مدل نیست کنم حتی اگر زمانی آدمی هست حتی زمانی که تو نتونی زندگی رو کنترل کنی این داستان پیش دختر من مثلا دزدیدیم من دوست دختر تو اصلا ندوزیدم من خود من بودم در از تو من فقط توهم منی واقعیت رو بهت نشون بدم وگرنه بچه‌ها مرد دیگه اگه می‌خواید مثل آخر فایت کلاب محو بشه همین الان ویدیو لایک کنید ولی من زنده آخر فایت کلاب محو سعیدا می‌خواید این ویدیو رو ساب کنید چنل رو ساب کنید و ویدیو رو لایک کنید آره وگرنه فایت کلاب هم با تو ترجیح میدم روانی شدم حاجی واقعا نخوابیدن باعث این روانی شدن ها میشه بچه‌ها مثلا من الان در پیتو دیدم اما برات دیدم ولی مال من در پیت دیگه نمیره ازش بچه‌ها سابسکرایب فراموش نشه لایک فراموش نشه بریم سراغ باشگاه مشتنیمون مرد